سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به این ویدیو. من راوی هستم و توی این ویدیو قراره که هرمس اسطوره پیامبر خدایان رو بررسی بکنیم. اگه علاقه‌مند هستین توی این ویدیو با ما همراه باشید. ماها توی تمام داستان‌ها هرمس رو به شکل یک مرد جوان با کلاه بالدار، هرمس سریع، باهوش، خوش سر و زبون و تیزپا هست که چون توانایی حرکت بین جهان خدایان و دنیای فانی رو داشته و آزادانه این وسط میتونسته جابجا بشه، خدایان ازش به عنوان قاصد استفاده میکردن. به همین دلیل هرمس به پیامبر خدایان معروفه. اون تنها خدای المپ نشینی هست که توانایی سفر به جهان مردگان و قلمرو هادس رو داره که این ماجرا توی چندین افسانه مهم یونانی ذکر شده. مثل بیشتر خدایان، هرمس هم فرزند زئوس هست. مادرش مایا یکی از 7 دختر اطلس هست، همونی که معلوم شده بود که مثل ستون وای میساد دنیا رو نگه می‌داشت و اینا. بگذاریم. هرمس برخلاف روحیات اجتماعیش هیچ وقت ازدواج نکرده و روابط خیلی محدودی هم داشته، کاملا برعکس زئوس. از جمله روابط هرمس رابطه با آفرودیت هست که خب از این روابط هرمس بچه‌های زیادی داشته. مثلا هرمافرودیتوس هست که خب بچهش با آفرودیت هست، اما بچه‌های دیگه هرمس یوردوروس، آنجلیا و ایواندرا هستن که خب از زنای دیگه هستن. اگه به استایل هرمس نگاه کنید، ما همیشه این پیکره رو با کلاه بالدار، صندلای بالدار و عصایی که توی دستش هست که عصای بالدار هست و بهش کادوسئوس میگفتن میبینیم. هر جا این عناصر رو داخل یه پیکره، مجسمه، نقاشی یا هر چیزی دیدین، بدونید که هرمس اونجا حضور داره. از وظایف حوزه استحفاظی هرمس میتونیم به محافظت از مسافرا، حمایت از تاجرا، بازرگانا، گله‌دارا، ورزشکارا، اتحادیه صنف شاعرا، المپیک، خلافکارا، قماربازا و خلاصه همه دنیا شد دیگه. بگذاریم. آره، هرمس از اینا حمایت میکرد. توی بعضی از داستانها هرمس یه هیله‌گر و دزد هست، توی بعضی حکیم و دانا، توی بعضی هم مأمور و معذور بود. در کل هرمس بیش‌فعال‌ترین خدای المپ هست که کلاً نشستن بلد نبوده. هرمس با کادوسئوس مردم رو به خواب می‌برده و روح مرده‌ها رو تا قلمرو هادس اسکورت می‌کرد. از هوش و ذکاوت هرمس هم انقدر خدمتتون عرض کنم که روایت داریم یه روز هرمس گله گاوهای آپولو رو میدزده و برای اینکه کسی متوجه نشه و پیداشون نکنه به سم گاوا پوست میبنده و اینجوری کسی نمیتونه رد پاشون روی خاک ببینه. بعد گاوا رو میبره توی غار، توی آرکادیا قایم میکنه و بعد یکی یکی گاوا رو میکشته و با روده هاشون چنگ درست میکرده و به آپولو میفروخته و اینگونه اصلا ساز چنگ رو اختراع کرده. یعنی اگه سیاست اینو من داشتم، این ویدیو 100 تا ویو میخورد. واقعا که توی حماسه ایلیاد گفته شده که هرمس به عنوان راهنما و مشاور پادشاه تروا حضور داشته و بهش کمک میکنه که جسد پسرش که توسط آشیل کشته شده رو پیدا کنه. هرمس کسی هست که هر بهار پرسفونه رو از جهان مردگان روی زمین میاره و هرمس هست که توی تمام افسانه‌های مهمی که تا ابد وجود خواهند داشت میشه نقش داره. پس وقتی این نمادها رو داخل یه اثر دیدید، بدونید که هرمس توی اون ماجرا حضور داره. این نمادها شامل کادوسئوس، عصای دست هرمس که 2 مار هست که به دور یه عصای بالدار پیچیده شده که خب شباهت عجیبی به نماد پزشکی داره، ولی اون نیست هموطن. اون لوگوی لامصب اینه، نه این عصای هرمسه. واقعا که گرافیست بی سواد اعصاب نمیذاره برای آدم. بگذاریم. از دیگر نماد هرمس تالاریا، صندلای بالدار هرمس هست که به دست هفایستوس از طلای ناب ساخته شده که خب عاملی است که هرمس میتونه با اونا بین جهان خدایان و دنیای فانی سفر کنه. این صندلا هستن که به هرمس کمک میدن که به سرعت پرنده ها پرواز کنه. مورد بعدی یک کیسه چرمی هست که این یکی معمولا وقتی جایی هست که قصد داره از تجارت بگه، با زبون بی زبونی میخواد بگه که هرمس تاجر بوده، یعنی هر جا این کیسه اومد بس تجارت. پتاسوس همون کلاه بالدار، البته
تاریخ و باستان شناسا اینطوری میگن که مردم یونان باستان واسه اینکه توی دشت و صحرا آفتاب اذیتشون نکنه اینو میذاشتن سرشون و خب این کلاه آفتابیشون بوده. و خب این معمولا چوپانا و اونایی که تمام روز با آفتاب سر و کار داشتن سر میذاشتن. البته هرمس هم به لطف اون گله‌ای که از داداشش دزدید چوپان بوده، پس خب چندان نمیتونه بی ربط باشه. anyway این بالایی هم که روی کلاه هست احتمالاً میخواد بگه که هرمس پرواز میکنه و خلاصه به این اشاره کنه. بر اساس کشفیات باستانشناسان عزیز و زحمتکش اطلاعاتی به عمل اومده که بر اساس این اسناد میگن که معمولا مجسمه های هرمس در استادیوم‌های ورزشی و خب المپیا، یعنی همون جایی که بازی المپیک برگزار میشده قرار داشته و پرستش میشده. یعنی در کل این بنده خدا معبدش ورزشگاه ها بوده. احتمالا به همین دلیل بهش خدای ورزشکار رو میگن. دادا چیا کجایید؟ اسطورتون رو پیدا کردم. بیمزه. اما هرمس فقط سردر باشگاه و اینا نبوده. یکی از معبدهای هرمس کوه سیلن توی آرکادیا هست که میگن همون محل تولدشه که خب فرقه هرمس از اونجا وارد آتن شده و گسترش پیدا کرده. از تندیسای معروف هرمس تندیس هرمس المپیا یا هرمس پراکسیتلس هست که بین خرابه‌های یه معبد وقف شده به هرا پیدا شده که الان توی موزه باستانشناسی المپیا قرار داره. نام رومی هرمس عطارد هست که خدای بازرگانی، مسافرا، قماربازا، دزدا و کلاهبردار است. البته هرمس قرار نیست به همینجا ختم بشه چون همیشه هست. عزیزای دلم مرسی که منو همراهی کردین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشته باشید ما رو لایک و سابسکرایب کنید و اون زنگوله بالا رو روشن کنید تا هر موقع ویدیویی گذاشتیم بهتون اطلاع داده بشه. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.